صرف تقسیم استان به تنهایی هیچ مشکلی رو حل نکرده و شاخص‌ها رو افزایش نمیده. اما اگر واقعا دوستان بنا دارند که استان رو تقسیم بکنن، پیگیری کنندگانشون عزیزان سیستان هستند. اگر اونها خیلی مصر هستند که استان سیستان ایجاد بشه، بنده هیچ مخالفتی ندارم، ولی بلوچستان تقسیم شدنی نیست. اگر هم قرار باشه که این اتفاق بیفته، باید بلوچستان شمالی به مرکزیت زاهدان، بلوچستان مرکزی به مرکزیت ایران شهر و بلوچستان جنوبی به مرکزیت چابهار به اضافه سیستان به مرکزیت زابل باشه. اگر این اتفاق بیفته ما شاید، ولی عرض کردم الان به نظر من بدترین زمان برای طرح موضوع تقسیم استان هست. بلوچستان قابل تقسیم شدن نیست. اجازه بدیم که این پیوندهایی که بین مردم وجود داره رو به این راحتی، چون این موضوع تبعات و ملاحظات اجتماعی، سیاسی و امنیتی متعدد داره، اجازه بدید در یک فضای آرام با رعایت همه ملاحظات در موردش تصمیم گرفته بشه. در شرایط فعلی من فکر می‌کنم که به جای تقسیم استان دنبال ایجاد ادارات کل در جنوب استان در حوزه سواحل مکران باشیم. شاید بحث خدمات رسانی رو بتونن بیشتر کمک بکنن.